رابرت کرجمون نشه. کمشه یه دار از مود و خوشگل. مارکوس چطوری؟ چه خبر مرد؟ تو پمپ بنزین چی کار میکنی؟ رابرت یه مشکلی هست. خدای من، بازم یه مشکل. چی شده؟ چه مشکلی؟ من اشتباهی توی باک تویوتا کمری خودم شیر کمتر به 1% ریختم. تو یعنی الان باکتو به جای بنزین با این شیرایی که اینجاست پر کردی؟ باورم نمیشه. یعنی به جای بنزین از این شیرای پرچرب تو باکت ریختی؟ شیر کمتر به 1%. خیلی خب متوجه. بهتر از پرچرب 3%. فهمیدم، ولی میخوام ایشلم رابرت. خب میدونی چیه رفیق، من اگه جای تو بودم ترجیح میدادم تو باکم به جای شیر بنزین بریزم. هی کفتره رو نگاه کن، چقدر ناز و سیح دیر. خیلی خوب باشه. کجا داری میری؟ هی صبر کن چی کار داری میکنی؟ چرا اونا کشتی؟ اون فقط یه کفتر بود، اصلا کاری به کار ما نداشت. ببخشید رابرت. باشلا رابرت سیشتیم شلوار من. مارکوس تو که شلوار پات نیست، اگه برینی میرسه رو زمین مگه نه؟ میرم. خب حالا چیز کن، بیا تو به ما رو چمنا پاک میشه. بیا کجا میری؟ من این سنگ رو دوست ندارم. منظور چیه؟ اون که فقط یه سنگ معمولیه. رابرت شبیه داشاقه. خیلی خوب باشه، درکت میکنم. میدونی چیه؟ الان برات قایمش میکنم تا دیگه نتونی ببینیش. خوبه؟ هی کجا میری؟ میرم دشوی. هی چی کار داری میکنی؟ صبر کن، چی کار داری میکنی؟ از آتیش بیا بیرون. کمک. صبر کن. خدای من چقدر سنگینی. بیا نجاتت دادم. هی حالت چطوره؟ آسیبی که ندیدی؟ گوتم یانده رابرت. مرسی. قابل تو نداشت. خدای من، هوا خیلی گرمه مارکوس. چرا ما رو آوردی اینجا؟ چرا ما اومدیم تو این جهنم؟ کجا داریم میریم؟ از دانش رابرت. چی؟ منظورت چیه که کم حرف بزنم؟ محض رضای خدا مارکوس، میشه جواب سوالمو بدی؟ یخ. بابا خب یه بارم به یه چیزی یخ نگو. مارکوس میشه بهم توضیح بدی چرا ما رو آوردی وسط این ناکج؟ هی چی شدی مارکوس؟ حالت خوبه؟ رابرت کمک. باشه اومدم. آی. هی مارکوس آروم باش، فقط بهم بگو مشکل چیه؟ فشارم افتاد رابرت. خدای من. هی مارکوس چرا داری تشنج میکنی؟ به من نگاه کن مارکوس، نفس عمیق بکش. آروم باش، آروم. رابرت کمک. چی میخوای مارکوس؟ فقط بهم بگو که چی میخوای؟ چی حالتو بهتر میکنه؟ بگو تا برات فراهمش کنم. فقط ازت خواهش میکنم که خوب شو. چی میخوای مارکوس؟ بستنی دومینو. باشه قبوله. از این جهنم که رفتیم بیرون برات 10 تا بستنی دومینو میخرم با شیر کمچر به 1% که دوست داری. خوبه؟ هی آروم بلند شو. آروم. هی مارکوس مراقب باش. کجا داری میری؟ آی دادا. مارکوس. رابرت کمک. مراقب باش. هی وای. مارکوس. آی دادا. الان میگیرمت. رابرت. راستی چه عجب تو این قسمت مؤدب بودی. دومینو گفته حرف زشت بزنه میامونزه. هی اون حرفو نزن، زشته. تو بدون فوش دادنم خیلی بانمکی مارکوس. جزلره وچخار دارم. منظورم این بود. خیلی بیادبی رابرت. سلام مارکوس، این ماهیه چیه اینجا؟ به من گفت که تو انگشتش کردی. من این کارو نکردم مارکوس. اون یه ماهیه. من چرا باید این کارو کنم آخه؟ پخ یه سن. چرا آخه حرفمو باور نمی‌کنی؟ اون یه ماهیه. اصلا دستم توش نمیره. داداش منه رابرت. جدی میگی مارکوس؟ تو ماهی؟ واقعا داداش توئه؟ این داداش کوچیکمه رابرت. این یعنی واقعا داداش توئه؟ خیلی پسر خوبیه. خب مارکوس اسمش چیه؟ مارکوس؟ علی قولی. من فکر میکردم که تو کرمی. آخه اصلا شبیه ماهی نیستی. من شاهمایی ایران. گوگوشم. مارکوس چی داری میگی؟ من دیگه واقعا متوجه حرفای تو نمیشم. تو گوگوشی؟ دای خوبم بخون تا بخونم، عمر من تو هستی بمون تا. هی مارکوس، هر چه سریعتر باید از اینجا فرار کنیم. اینجا امن نیست. رابرت اگه پشه بودم بازم دوستم داشتی.
چی؟ مارکوس ببین الان اصلا وقت خوبی برای پرسیدن این سوال نیست. جنازه ها رو ببین، ما در خطریم. داشتی. آره تو هر چی باشی من دوستت دارم مارکوس، ولی الان باید فرار کنیم تا بتونیم نجات پیدا کنیم. مارکوس میشه بهم بگی چرا انقدر داری بهم نزدیک میشی؟ میشه نری تو حلقم؟ به شدت به VPN نیاز دارم رابرت. مارکوس چقدر بهت گفتم یه دوست دختر پیدا کن. من خودم از آب گرم کن VPN استفاده میکنم. بهت قول میدم اگه زنده برگردیم خونه برات یه اکانت میخرم. هی میشه انقدر نزدیک من میشه بگی کجا داریم میریم؟ بالخ. چی؟ رابرت ماهی. خب این چه ربطی به سوال من داشت مارکوس؟ من فقط میخوام بدونم الان کجا داریم ماهی رو انگوش کردی رابرت. چی؟ خودم دیدم گفت آی. هی چی داری میگی؟ معلومه که من هیچ وقت این کارو رابرت پخیمه. هی من این یه بارم یه چیزی رو کردم بگیر. من این کارو نکردم. من هیچ وقت علاقه‌ای ندارم که با ماهیا همچین کاری بکنم. ست مغز با رابرت. چرا؟ این آدم ماهی میکنه. من هیچ وقت این کارو اسکل شنبولی، اسکل داشاخ باشه، تاگ زشت کچل، اسکل کتوله بدرد نخوره، دایره شکل بیشور. هی راجرسن تفنگو بذار زمین. پخیدم رابرت. ببین مارکوس الان ازت عذرخواهی هم کرد. بهتره که آشتی کنید. رفقا هیچ موقع مشکلاتونو با دعوا حل نکنید. به نظرم الان وقت بغل کردنه. هی منظورم این نبود که منو بغل کنید. منم بغل. خیلی خوب بیا. چی شده مارکوس؟ چی میخوای بهم بگی؟ رابرت بهم بگو بری کنار میگیرم میکن. خدای من. هی مارکوس چطوری؟ میدونی چیه؟ من خیلی استرس دارم. میتونی یه مشکل خطرناک پیش اومده رابرت. خیلی خوب. مشکلمون چیه؟ دنبالم بیا. باشه حتما. اینجا تن با خودت بیار. خیلی خوب. خب مشکلمون چیه؟ من باخ. نمیدونستم رقصیدنم بلدی. خیلی باحاله. نظرت چیه رابرت؟ باورم نمیشه. خیلی خوب داری میرقصی. نانای. از کجا یادش گرفتی؟ خیلی باحال داری غر میدی. چی شد؟ چرا واسدی؟ نکن از من ناراحت شدی؟ حرف بدی زدم؟ رابرت جوتمه باخما. هی چی؟ باور کن من به اونجا نگاه نمی‌کنم. سلام، حالت چطوره؟ اون چیه تو دستت؟ جوتباخ. نه مارکوس، من برنمیگردم. این سری هم برگردم میخوای یا بزنی یا غیب بشی یا یه حرکتی کنی. من برنمیگردم که دوباره یه بلایی سرم بیاری. گگیر جوتم. میدونستم باز میخوای بزنی مارکوس. این چیه این موقع شب؟ برو وگر نمیام جوتتا وا میکنم. باشه دارم میرم. ببخشید. سلام چطوره؟ این منم. اسمم تیموتیه. دلال شیرم. خب به خوشبختی و سلامتی. مارکوس تو شیر نمیخوای؟ من شیرهای 1% دارم، 3% دارم. همه چی دارم. تو کدومو میخوای؟ من یه گیف برمیدارم، جوتتا باز میکنم، یه کبریت میندازم توش که جوتت آتش بگیره که تو سرا سلفچگان یه بند بدوی. تو بودی که به جای 1% به من 3% فروختی. نظر من اینه که فرار کنی تیموتی. خب مشکلش چیه؟ رفیقتون چرا اینطوری میکنه؟ خب این اصلا خریدار نیست بابا. مارکوس آروم باش. چیزی نگفت که آروم باش. یه آلما یومورتا میخوره. آخ چون یه آلما یومورتا، من عاشق سیب زمینی تخم مرغم. چجوری میتونم این لطفتون رو من جبران کنم ها؟ چی میخوای ازش مارکوس؟ رابرت این گرمساقو من دوست ندارم. خب میخوای چیکار کنی مارکوس؟ ازش شیر بگیر بجاش. نظرته؟ تو مگه شیر دوست نداری؟ دیسی دیر شب بخیر. این کابینت یه داش میلنجه رابرت. راستش من هیچ مشکل نمیبینم. همه چیز سالم و خوبه. مشکلی برات پیش اومده مارکوس؟ منو ایت میکنه رابرت. این دستگیره هاش رو میگی یا سایه سبزو؟ ایتیم بالازه میگه منو خفیف عصبی کرده. خب بگو مشکلش چیه؟ شاید درستش کردم. دارم سجده میکنم. خب ببین باید آرامش رو تو اول حفظ کنی. دیگه آخرشه رابرت. خب ببین وقتی تو عصبی منم عصبیم. خب بیا حلش کنیم دیگه. هیچ مشکلی دیگه با من حرف نزن چه پیاوله. هی مارکوس کجا میری؟ یه دقیقه وایسا. هی باشه ببخشید. این باز شروع کرد. اونم تو عروسی آخه. مارکوس کجایی؟ پشت گلا چرا قایم میشی؟ خب میگم یه دقیقه وایسا میخوام باهات صحبت کنم دیگه. هی فرار میکنی. فریاد نزن خوشم نمیاد. خب باشه ببخشید بیا درستش کنیم. میدونی چه حساسه؟ رابرت فکر کنم روسا اومدن سراغم. روسا؟ منظورت نظامیای روسیان؟ بس کن مارکوس. مگه تو چیکار کردی که اونو باید دنبالت باشن ها؟ رابرت
یه چیزی باید بهت بگم. من معاون هیتلر بودم. چی مارکوس؟ تو نمیتونی فرار کنی. صبر کن ببینم چی داره میگی. مارکوس چی شده؟ اگه الان اینا بیان من چی بهشون بگم؟ تو مگه چیکار کردی؟ خفه شو گتباخ. مارکوس الکی نگرانی. هیچکی اینجا دنبال تو نیست. اینجا همه دارن خریدشونو میکنن. اصلا کسی با تو کاری نداره. رابرت مارکوس چرا این دیوونه ها خشکت زده؟ یه دقیقه آروم بگیر بذار ببینم من چیکار میتونم بکنم برات حداقل. برو ببین چه خبره. باشه الان میرم. هزل رابرت. به هر زبون میگم دوست دارم. مارکوس تو صندوق پست آهنگ گذاشتی؟ بعد لحظه واسه ببینم. این عمو حسنه؟ حسن خشتک. حالا هرچی مارکوس. سر ظهر مردم خوابیدن. بعد خاموشش کنی. من سیاوش صحنه‌ام، عاشق صحنه. مارکوس من دیگه این یکی رو باور نمیکنم. دیروز میگفتی گوگوشم الان میگی سیاوش صحنه‌ام. رابرت حسن خشتک داره میخونه. خفه شو. مارکوس ازت خواهش میکنم که خاموشش کنی. مردم خوابن سر ظهر مارکوس. باید برم دنبال ابی. امشب کنسرت داریم. خسته شدم مارکوس. کنسرت چی؟ bir dana بلیت کنسرت دارم 5 تومن. مارکوس کنسرت کی؟ چی؟ داستان چیه؟ حفرمو دیگه داری در میاری. رابرت کنسرت ابیه ولی معین میخواد بخونه. اوف مارکوس من دیگه واقعا متوجه حرفات نمیشم. هرس نخور. بیا برو تو خونت. مارکوس بس اینقدر منو هرس نده. تو هر روز یه بار هیتلری، یه بار گوگوشی، یه بار ابی، یه بار سیاوش صحنه، یه بار منی، یه بار خودتی. چی کار داری میکنی؟ یه تراپی حتما برو با این وضعیتت. بیا خودش اومد. اومدم. ای وای بر من. مارکوس تو خونه من چی کار میکنی دیگه؟ مارکوس؟ رابرت مارکوس خوش اومدی. تو قبلا نیومده بودی خونم. خیلی خوش اومدی. سیشتیر کن götem سنگین شده برم توالت. باشه بیا تو. ببخشید فکر کنم در بستم. چرا به اون موش زدی؟ وایسا مارکوس فکر نکنم بتونی از اون دستشوی استفاده کنی. بچه که از خواب پا میشه گوتش میخواره رابرت. این دیگه چه سمی بود آخه. این دستشوی رو تو هم تاثیر بد گذاشتم. دستشویی؟ ببخشید مارکوس دستشوییه دیگه نمیدونم با چی کار کنیم. فکر کنم اوضاع دستشویی هم خراب باشه. آره فکر کنم باید زنگ میزنم یکی بیاد درستش کنه. خیلی اجاقیته. وای مارکوس اینجا خیلی خطرناکه. کجا باید بریم ما؟ به سمت جداز رابرت. یا الله. وای مارکوس اینا چی از هر طرف میاد سمتمون؟ موشک دست سازه های پرسونیچ رابرت. همه مردن مارکوس. همه جا پر از جسده. بیا بریم دیگه. یک دیگه götüme cilme رابرت. این دیگه چیه مارکوس؟ ماهی 2 کیلویی uzun burun رابرت. خب بچه‌ها به انتهای ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. اگه از این سبک ویدیوها دوست دارید تو کامنت ها حتما به من بگید. من در خدمتم. از این ویدیو براتون گلچین میکنم و میذارم. اون لایک و سابسکرایب و کامنت ها رو بذارید من انرژی بگیرم برای ویدیوهای خوشگلتر و قشنگتر بعدی. گودبای تا ویدیوهای بعدی.